پیغمبر فرمود به خاطر اخلاق بد سعد الان قبل فشارش داد. بابا دین ما اینه، تو چرا اخلاق نداری؟ این وقتی که از دنیا رفت اونقدر موجه بود که پیغمبر اکرم در تشییع جنازه شرکت کرد. گاهی سمت راست جنازه رو می‌کرد، گاهی سمت چپ جنازه رو می‌بردن، گاهی جلو می‌رفتن، گاهی عقب جنازه حرکت می‌کردن. بعد خود پیغمبر بدن او رو تو قبر گذاشتن، صورتش رو خاک گذاشتن، نماز بر او رو خوندن، لحدش رو چیدن تا این حد. چه افتخاری بالا. بله. بعد وقتی خاک قبر رو ریختن، مادر سعد وقتی این رفتار پیغمبر رو دید اینقدر خوشحال شده بود که آمد دستش رو گذاشت رو قبر فرزندش سعد، گفت یا سعد بهش گوارایت مثل پیغمبری در تشییع جنازه تو شرکت کرده. اینو گفت پیغمبر فرمود عجله نکن، الان قبر او را فشار. اصحاب برآشفتن، یا رسول الله چرا شما با جنازه سعد رفتاری کردید که ما ندیدیم در تشییع جنازه احدی از اصحاب این گونه شرکت کرده باشید؟ فرمود چون سعد تو خونه یه مقدار بد اخلاق، یه مقدار نه خیلی. شما این اخلاق اینقدر مهمه. بابا دین ما اینه، توی پدر توی مادر با بچه چرا اخلاق نداری؟ البته که فرزندان هم همین وظیفه رو مثل پدران و مادران دارن، بیشتر و مؤکدتر، ولی یه طرفه نیست.